ki burası inan çok soğuk. Susmayı öğrendi yazık içimdeki çocuk. Yüzümü kime dönüp gülsem buradan da soğuk. Kalbimin yerini aldı kocaman bir oyuk. Ah, geri gelse de bir görse babam. Kırgın çiçeklere dönmüş hayat, her şey tamam. وای آی بچه ها بیاین کمکم کنی. اینه دیگه چیه؟ اینا برک اسفناجیه که مامان ایلول آورده. ای وای برک اسفناجی. نوش جونتون. تو نمیخوری؟ یه ذره حال روز آدم رو درک کنین. چرا انقدر نفهمین؟ دختره نمیخواد دیگه. بگیر کوف کن. اینام لباسای جمره است. وای دخترم چه لباسای قشنگی داری. پاشو از بین اینا یه لباس خوب بردار بپوش، دست و صورتت هم بشور. آفرین دخترم، یه سر و سامونی به خودت بده. خاله هدیه. 2 دقیقه نمیذارن آدم بشینه. وای جمره، این خیلی خوشگله. میشه من گاهی بپوشمش؟ به اینو دست نزنی. من فقط هیچ کس به وسایلم دست نزنه. برای چی داد میزنی؟ بی خودی از اطفال تر نیاره. دیگه اون روزا گذشته دخترشون، فکر نکن هنوزم پرنسسی. ما با هم یه جا غذا میخوریم و یه جا میخوابیم. بهتری عادت کنی. مارال دست از سرش بردار. خیلی خوب. میدونی مامان، تخت خواهرم کنار پنجره است. اونجا مثل مدرسه شبانه روزیه. دوستش خیلی خوبن، خیلی با هم میسازن. حتی یکیشون برام لاک هم زد. چه خوب. آره دیواراشون صورتی نیست ولی ملافه هاشون صورتیه. جاش خوب و راحت بود؟ آره مامان راحت بود. کم ور کنید دیگه، نمیذارین آدم تلویزیون ببینه. دخترم برو تو اتاقت، خودم بقیه‌شو انجام میدم. صبح ایلول، شب ایلول. تو که انقدر بهش وابسته بودی چرا فرستادیش پرورشگاه؟ مجبور شدم کمال، وگرنه این کارو نمی کردم. قصه میخورم، دلم میگیره. منم وقتی تو رو میبینم دلم میگیره، ولی نه، تقصیر خودمه. یکی نیست بگه چرا با یه زن بیوه که 2 تا بچه داره ازدواج میکنی؟ خودش افسرده است، بچه‌هاش هم بد اخلاقن. والا بلا دیگه دستتون خسته شدم، از دست تو و اون بچه‌های نمک نشناسه. دیگه هیچ وقت بهشون فحش نده. حق نداری در مورد بچه‌ام اینطوری بگی. چی داری میگی؟ این چه طرز حرف زدن با شوهره؟ منو نگاه کن، میکشمت. شنیدی؟ میکشمت. مامان جون چی شد؟ چیزی نشده دخترم، پام پیچ خورده افتادم. مامان داره خون میاد. الان پانسمان میکنم خوب میشه عزیزم، باشه؟ تو نترس. من کارم تموم شد.
خیلی غمگین، خیلی عصبانی، خیلی تنها. سلام. منم به اندازه تو تنها غمگینم. تو کی هستی؟ هیچ کسی که باهاش آشنا نشدی، بهش دست ندادی یا نمیشناسی، ولی نقاط مشترک زیادی داریم. فکر نمی کنم. مثلا تا حالا دوست داشتی کسی رو بکشی؟ نه. پس نمیتونی به اندازه من غمگین باشی. اوهو، تا صبح قراره اینجا چت کنی؟ نگران نباش، الان میرم. کشتن یه آدم تو رو خوشحال میکنه؟ اونجایی؟ بابا کیف مورد علاقم تخفیف خورده، باید بخرمش. باشه برای من دخترم. بابا تو وقتی مشکلی کارتمو حل کنی بهم پول بده، میخوام موبایل بخرم. پول پول پول! تو چیز دیگه غیر از پول نمیشناسی؟ وقتی پدرم مرد مادرم اشک میریخت، میگفت کاش پدرتون منو با خودش میبرد و اینطوری تنها ولم نمیکرد. سینان نه! ولش کن! سینان! گفتم ولش کن!